این موضع خواجه سرمست عشق نام گرفته است و یکی از گوشه‌های خیلی زیبای ناحیه درواز نیز هست و در کنار راه جای گرفته است. هر رهگذاری که به ناحیه درواز می‌آید سراول در اینجا توقف میکند و این موضع زیبایی را که چنارهای کهن آن را احاطه کردند تماشا میکند و از زیر همان سنگ حتما آب میخورد و این چشمه خیلی مشهور است در ناحیه درواز که به دردهای گوناگون شفا میبخشد، خاصتا برای هضم غذا نیز مفید است و همین آب در پارک تکنولوژی استحصال می شود و برای استفاده عموم پیشنهاد می شود. اما می رویم از رفت اون کارگاه برای شما معلومات بدهیم. در پارک اینوواسیونی صنعتی و تکنولوژی دو گرمخانه با معاصرترین تکنولوژی 6 کارگاه استحصالی فعالیت میکنند که انقریب 100 نفر ساکن محلی را با جای کار تامین نمودند که 70% کارگران کارخانه را زنان و دختران خانه نشین تشکیل میدهند. حاضر من با شما جریان استحصال آب را نشان میدهم. آب از بلندی 1500 متر به وسط قطب‌ها آبیاری کرده می شود و در این بشکه 5 تن جمع کرده می شود. با این تجهیزاتی که شما ببینید تجهیزات روند فیلترونی است که از دولت ترکیه آورده شده است. اولین پروسسی که ما میگذرونیم، اولین روندی که ما میگذرونیم این مکانیزم کچیست است و دومین این پیتوشنی فیلتر داریم و بعد از اون 5 میکرون فیلتر داریم، بعد از اون اولترافیولیت فیلتر است، اولترافیولیت لامپ است و بعد از اون ازانی روانی ازاناتر هست و پس از اون ما با خط استحصالی آب آب رو روان میکنیم. یعنی به واسطه خبرها و ناسوس چیز میکنه با یوردانچی ناسوس. در همین دستگاه استحصال میشه. بله، در همین دستگاه ما از دولت ترکیه آورده شده است. این دستگاه ما بسیار دستگاه چیز است، زمانوی است و خیلی که شما ببینید خود همین ظرفی که استحصال میشه ظرف یک کرته است 200 میلی لیتر. در اینجا خود همین تجهیزات خودش این را تیار میکند، ظرف را تیار میکند، بند بست میکند، آب پر میکند و پس از آن بند بست کرده به انبار روانه میکنیم. اجازه است که از این آب استفاده کنیم؟ بله، مرحمت باشید. بعد از استحصال واقعا مزه آب دیگرگونه است و نمیشود که با سخن این را بیان کنیم. قسمت دیگر دستگاه در این طرف. این خط استحصالی که میبینید این 0.5 لیتر در اینجا میشه، 0.33 1 لیتر. در اینجا اول ما بکلشگاه را میشوییم و پس اون در اینجا آب پر میکنیم. در این دستگاه آب پر میکنیم و بعد به دستگاه دیگر روانه کرده میشوند. در این دستگاه سرپوشک‌هاشون رو محکم میکنم به طور اتوماتیک سرپوشک‌هاشون رو محکم کرده میشوند و پس اون با چی میرن؟ با تاریخ روز همین تجهیزاتی که اینجا میبینید میدهد. در اینجا تاریخ روز میزند. ما هر روزه تاریخ روز اون اکران دارد، ما هر روزه میمونیم با واسطه تیم دارد، گرم میشود، میسوزاند، میموند و پس اون ما با بند بست در اینجا روی کرده میشود، نکلیک در اینجا چیز کرده میشود، کلیک بله چسبانیده میشود و بعد از اون با واسطه همین لنتا ترانسپورتور روانه کرده میشود. در پس از اون ما اینها رو همه را چیز میکنیم، بند بست میکنیم و پس اون با انبار روانه کرده میشود. برای بندوبست و با استانداردهای بین المللی پیشنهاد نمودن محصولات استحصال نموده کارخانه همزمان میگویند که در قسمت دیگری بنا خط استحصال قوطی‌های پلاستیکی نیز نصب گردیده است که در آنجا محصولات مذکور با اندازه‌های گوناگون استحصال می‌گردد. تمام محصولاتی که در این کارخانه استحصال می‌شود سراول از تشخیصگاه می‌گذرد.
آموزگاه طبی شهر دوشنبه را من تمام کردگی هستم. آخرین مراتب ماه مای در لابراتوری تاجیکستان در کورس گذاشتیم. انا این اپارات حاضر زمان است که خودش همون تمپراتوری که باید 20 گراد باشه خودش رگولوف کش میکنه و بعد تیز دیده میشود. اصلا در نمی دستگاه اساساً میبینیم. بعد در نمی این اپاراتو رفرکتومتر نام دارند. مثلا اصلا در اینجا میچک کنیم. تشخیص اصل اساسی ما سه چیز میبینیم. قندش میبینیم، ترکیبش چند آب دارد، بعد زیچیش میبینیم. بوی رنگش قطعی با چشم و با مزه با دهان قطعی چی میشود. اصل سه نمود میشود. اصل مایع میشود، اصل نیم مایع نیم کریستالیزاسیون و کل تماما کریستالیزاسیون میشه. نه اپارات مثال دولت آلمان است. محصولات در اینجا میریزیم. پس از چند دقیقه خودش نشون میده. خیلی اپاراتی یا از ژاپن 3 سال شده. این برای آب دیدن است. اینجا آب میریزیم. آب مثال چی را ما میبینیم؟ نمک آب را میبینیم. چند فویز مثال پیاز نمک دارد. باید از 4.5 فویز زیاد نباشه. اگر بسیارتر باشد خوردنی باب نیست. اپاراتی که واسه جنده این ترموستاتو هستند. برای میکروبای مثال ما آب ما میجوشونیم جنده میمونیم در افتکلاو برای این است. در چند دقیقه میمونیم میبینیم که یک میکروب دارن یا نه. تجهیزاتایی هستند مخصوص برای استحصال محصولاتایی که در همین کارخانه میبرند برای همین آوردگی هستند. از زمان تاجیکستان در گذشتگی هستند. بعد از همه تشخیص ما اجازه میدهیم سیخ‌ها که بند و بست شود و بعد به سودا برآورده شود. میخواستم درباره کارکرد همین عسل برای ما معلومات دهید. چگونه شما اینجا عسل را کار کردید؟ بعد خریداری کردن عسل ما ظرفای پوری عسل را در این حوض گرم میکنیم. برای ریختن عسل آسان شود حرارت 35 درجه گرم میکنیم. ثانی عسل را برداشته در ظرفها عسل کمتر باقی ماند. عسل شما بدونید که چیزی چسبکی غلط است و ریختنش کمک دشوار است. عسل ها را از کجا پیدا میکنید؟ عسل ها را از زنبورپروانان محلی اساسا قبول میکنیم که آنها همه عسل تازه است. برای عسل را در این نگاه داشته یک لخت میکنیم. بعد از در این ظرف یک لخت کردن عسل با دیگر تاب میتیم یا مخته شود یک رنگ را گیرد و این فیلترها میگذارد و به این ظرفهای محصولات تیار انتقال داده میشود و ما سه نمود بند بست داریم. بند بست دستی و طور اتوماتیک وزن گذاشته میشود. کدام نوبت حجم یا عسل کدام حجم در کار است. با ما بانکای مثال 460 گرم است، بانکای 500 گرم است. وزن رو میگذاری از دستگاه خودش عسل رو میریزد و با اون مقدار میریزد و با طرف دستی سرپوشه های اون محکم کرده می شود و کاغذ اتیکتی ها زده می شود. اینجا با دستگاهی بندوبستی عسل 20 گرمه داریم که در اینجا عسل رو به اندازه 20 گرمی بندوبست میکند. خود دستگاه به طریق اتوماتیک بندوبست میکند. اینجا تنها فقط در کارابکه ها جابجا میکند. این محصولات تیار است. بغیر از این دستگاه با دستگاه اتوماتیک داریم که به طریق اتوماتیک در بانکه های گوناگون عسل را بندوبست میکند. در اون طرف ها قسمت سوم دستگاه ما دستگاه اتوماتیک به طریق اتوماتیک پرکنی و طریق اتوماتیک بندوبست عسل. این عبارت از تازه کنی، یعنی ظرفا اینجا تازه میشن. ظرفا تازه میشن بعد فرستاده میشن بعد دستگاه دیگر. چند دقیقه وقت رو میگیرد تازه کردن ظرفا؟ چند دوام یک دقیقه چند دانه ظرف تازه 4 میکنن؟ 4 دانه. دستگاه ما که باید اینو 1 لیتر هستن. اینو 850 گرم. 850 گرم. اینجا چیکار میکنن؟ اینجا عسل پر میکنن. اینم تقریبا چند خدر وقت رو میگیرد پر کردن ظرفا؟ یک چند ثانیه. چند ثانیه وقت رو میگیرد. ظرفا پر شدن؟
میرویم و دستگاه دیگر بعد میرویم. دستگاهی کریشکا محکم کنه. یعنی که اینجا سرپوشا محکم میشه. چرا این گونه این مثلا برای که همین جدا دستگاه میکنه؟ اثبات کنه همو وقت و فرصت بیا که یعنی بینشان چقدر فاصله میمونه؟ چقدر فاصله میمونه محکم میشه کریشکا. خب میرویم. بعد از این کجا میبیاد؟ بعد این میاد اتیکت که میزنه. یعنی اینجا بو همو تمغه کارگاه رو میزنه. خب مهلت استعمال و استفاده چقدر است اصلا؟ اساسا اصلا مهلت نداره. چندی که ولی شما چقدر معین کردید؟ ما 2 سال مهلت معین کردیم. خب اینجا میاد محصولات روز تیار است. تیار است. از اینجا میگیریم. از اینجا این محصولات تیار فقط در کارابکا میزنید تمام. یعنی وقت زیاد رو نمیگیره. وقت زیاد رو نمیگیره. مثلا چند مثلا چند دونه؟ یک ساعت تا 500 600 دونه وای میکنه. اصل میبروری. تا وابسته از چیش گراماژ مثلا چند است. خب میبروری. تشکر زیاد برای شما برای در این گوشه پارک اینوواسیونی صنعتی تکنیکی ناحیه درواز تمام محصولاتی که در این کارگاه استحصال می شود نگه داشته می شود. شروع از عسل، شربت ها، نوشاکی های تشنه شکن و همچنین موادهای آنتیسپتیکی محافظتی. هر نفری که به اینجا میآید با همین محصولات آگاهی پیدا می کند و دوستان عزیز حالا باشد به گوشه دیگر این کارگاه می رویم. میخواستم در مورد ساختار کارخانه کمی برای بیننده ما معلومات میدم چگونه ساختار دارد و از اون سخت اینجا فعالیت می‌کند. ساختار در کارخانه ما از 6 قسمت عبارت است که قسمت اولی که خیلی دیدیم این سخی برای بسته‌بندی عسل در چند نمود ظرف‌ها بسته‌بندی می‌شود. همچنین در این شب و روز شربت میوه‌های طبیعی نیز در این کارخانه استحصال می‌شوند که کاملاً با صفت و خوشمزه‌اند که بیشتر برای کارکرد آن زنان و دختران جلب شدند. استحصال برخی از محصولات در این کارگاه موسمی است، خاصتاً کنسرو پیاز انظور که تیار کردن آن اصولهای خاصه خود را دارد. در این شب و روز به راه مانده شده است و آن طریق دستگاه مخصوص بسته‌بندی می شود. استحصال شربت انجیر و خوک نیز محض در آخرهای فصل تابستان و اول فصل تیر ماه به راه مانده شده است. کارکرد این نوع محصولات در اینجا کاملا مؤثر بوده، جوابگو به استانداردهای پیش بینی شده می باشند و همچنین ترکیب طبیعی محصولات حفظ می شود. هم پیاز انظور در اینجا تجربه نوه هم همین نوآوری برای انجیری درواز است. ما از میوه‌های خوکی دروازم من نوشابه خود باز در سیخ داروسازی تشکیل کردیم. از خود دارو برای تازه کردن جگر، خلطیستی برای تلخه و نام خلصه است که یکم بار من بر روزهای نزدیک 2000 دانه برواریم. در آینده تشکیل کردن همین دارو خلصه است و طوری وسیع مکمل کردن که بسیار براریم، چون که خودشان در بدخشان اومد آدم روشقله و اشکوشین تو درواز خیلی نقص میرد و چیزای طبیعی فلاوانوید میگن ویتامین سی از کربن کساتش خیلی زیاد است که برای ساختن همین دارو خلاص است بسیار موافق است از روی تشخیص لابراتوری. تکنولوژی از کجا وارد می شود؟ ما می‌بینیم که نوترین تکنولوژی در اینجا. تکنولوژی ما در این سیخ بسته‌بندی اصل از ترکیه است. یعنی سیخ اوبام از ترکیه، یعنی این سیخ داروسازی نیم از ترکیه نیم از چین. یعنی دیگر تجهیزاتی که از آب است برای تازه کردن نابود ساختن باکتری‌های آب از آلمان خریدیم. تجهیزات بهترین نو.
دیگرم شد تجربه تو محصولات رو مردم برای شما میارن؟ محصولات اصل ما خریداری میکنیم از اصل پرورای همین نوعی از شرطنامه نوعی داره؟ سنگور توی جو شرطنامه قطعی ما فقط باید توزه میکنیم بسته بندی میکنیم دیگه تمام دیگه چی وای اصل زنبور استحصال میکنیم میوه ها مثلا میوه خوک شد، خوچ انجیر. نوعی دروز خریداری میکنیم انجیر از همین قشلوقای نزدیک بیگونی زکات میکنیم وای چی درخواست میکنیم فقط چیندگی شد میوریم برای که وای تیز وای تیز ویران میشه. ویرون نشود تیز بدل میکنیم وای کورکردش سر میکنیم یعنی همین محصولاتی که در دست مردم است اینها خریدار خود را دارن و اینا به دست شما میرسن. بله یعنی بله که مردم سرگردان نمیشون برای فروختن برای استفاده. حاضر مردم هم از این 2 سال شد محصولات خودشون چینده ما هم جور به خریداری کرده حق موز پول مبلغ شد میتیم کور سر میکنیم و یا در یعنی هم خیلی خوله هست خودم حاضر انجیر میچینن خوچه هم میچینن دلونه را میچینن انا چیزی که همین زبود به در کور است همه خلق همینجا تیار میکند ما اولی خریداری میکنیم ما همین تجهیزات را به دارو به استحصال دارو از قبیل از دلونه و دارو تیار کردیم برای تسلی دل با نام نستوکا بیارشنیک خیلی خرید کردیم این داروی خوچ در انداز قطعی هندوستان کمتر با خیلی شرطنامه کردیم در برای استحصال داروی پاراستامول و ایبوپروفن برای کودکان سن خود برای تب که از همین سال نصیب باشد و هم شروع میکنیم ساختن داروهای نو قریب 6-7 نامگوی داروها که همه هم داروها بسیارش ایم میوه های دروز میباشن از گیاه های همین بدخشان این اشکال شما میبینید در یک دقیقه ما 3 تایمه کاسکای استحصال میکنیم. خب باز چی استحصال میشه در اینجا؟ ما اصلا اچکی خب این عینک‌ها همین عینک‌ها مدیسین است که برای طبیبان. برای طبیبان خب این همچنین کاسکا برای خب ساختمان ها برای نفرانی که در ساختمان فعالیت اصلا میکنن در یک چی میکنیم در یک شبانه روز 5000 قریب ما برآورده میتونیم استحصال میشه. استحصال میکنیم. عالی خیلی عالی. و دستگاه دیگری که در اینجا نصب شده است این دستگاه نقاب‌های محافظتی را استحصال میکند تقریبا در یک ساعت 1000 دانه و از محصولات پختگی خودمان است. مثلا نمونه استحصالش همین است. ما با شما جریان استحصال داروبرای نشان میدیم. این دستگاهی آب تازه کنی است. 3 نمود فیلتر خطی آب را ما تازه میکنیم. آب به نمک میشود. آب با واسطه نساز گرفته و این خطی ظرف جمع میکنیم. بعد با واسطه این نساز آب رو گرفته در ریاکتور و ریاکتور وارد میکنیم. در این ریاکتور ما دارو رو در این ریاکتور تیار میکنیم. داروباری از آب در اینجا آب سپیرت میشه وابسته به کدام نمود دارو استحصال میشود موادها وارد میکنیم در اینجا تیار میشود. بعد از اینجا با واسطه نساز گرفته در این لینیای اتوماتیکی تیار میشود. از اینجا خطی ها رو میریزیم با واسطه اتوماتیکی خطی میرود در اینجا محصولات پر میشود محکم میکنیم. حجمش رو چگونه معین میکنیم؟ حجمش رو با واسطه کامپیوتر معین میکنیم. همین دستگاه معین میکنه که چقدر حجمش آمدن در کار با واسطه کامپیوتر هم دستگاه معین در این میکنه. خط چی استحصال شده؟ این حال سپیرت هفتش 75 سپیرت استحصال کرده شده ایم. در این جمعه اتیکت کشه
محکم میکند. در اینجا بندوبست یعنی میکنیم تمام و همین با فروش جرایم میبریم. کاری رو دستگاه اجرا میکنه. یعنی بله. انسان فقط نظاره میکنه. انسان نظارت میکند تمام دستگاه اجرا. در عموم اینجا چیزی نوعی داروها استعمال میشه؟ ما پیش انتیسپتیک استحصال میکردیم وازی باشد 5-4 نمود داروی دیگه استحصال میشود وازی سپیرت استحصال میکنیم در این خرید سپیرت استعمال شد؟ خلاصس استحصال میکنیم منوازین استحصال میکنیم بایرش این استویکا و انتیسپتیکور چند نمود استیپتو تیار کرده میشود. این چی نوعی دارو است؟ این خلاصس نوع داروی نوع استحصال نو است. ما در این طرف و طور پول اتوماتیک تیار کرده می شود. همین دستگاه؟ بله. خلاصه در همین دستگاه استحصال می شود و این داروی نو است برای تازه کردن جگر از خوک استحصال میوه خوک استحصال می شود. میخواستم درباره همین گرمخانه که اینجا تأسیس دادید کمی برای ما معلومات دهید. گرمخانه برای پرورش لیمو پیشنهاد برای شده در آن 160 عدد لیمون، 34 عدد اپلسین و 33 عدد ماندارین شنونده شده است که سال دوم پرورش یافته است. در بین لیمون ها برای خالی نبودن جوها علاقه قلفینه شنونده شده است و برای تجربه بودرینگ و پمیدور پرورش یافته است که اینا هم برای تجربه علاقه پیشنهاد شده. همین لیمون ها که اینجا هستن باید چقدر خط بردارن؟ لیمون ها از روی وایشون باید تا 3 متر بلند شوند و با پهنایی تا 1.5 متر 2 متر حجم پهنایی را بگیریم. معتدل هوا خوب بوده. اگر ما نگاه کنیم از طرف دست راست ما وای ایستادگان که آب چی شده به واسطه ونتیلاتور اون را شده هوای اینا معتدل میسازد. آبدهی قلفینه با قطرگی بوده و آبدهی لیمون به طرز جویک آب داده میشه. گرمخانه مساحتش چقدر است؟ مساحت گرمخانه 15 گیگا بوده. برای پرورش پمیدور پیشنهاد شده است. خب چی نوعی پمیدور در اینجا شما پرورش میکنید؟ 2 نمود پمیدور پرورش یافته است. یکی با نام روزوی، دیگری پمیدور سرخ که علاقه چون که دیده استیم حاصل با آخر آورده رسونده استیم. حاصل بندی خوب بوده. تا حال 10 تن حاصل جمع آوری کرده شده است و اگر درختان نگاه کنیم قریب تا 3-4 تن دیگر باقی ماندگی است. عجیب. چقدر وقت به اینا پرورش می‌یابد؟ از ماه مارت شروع شده است. 6 ماه مارت شنونده شده است. این علاقه آخر ماه ایول کلی هم حاصلگیری دوام دارد. وقتی که حاصل تمام شد اینا مثلا دیگر خشک شدن دوباره اینا رو برقرار میکنید؟ بله ما بعد از ماه تا 10 آگوست نگاه داشته شده. از 20 آگوست علاقه کوچتی نو در گرمخانه پرورش میکنیم. از کجا میارید نهالش رو؟ نهال تا حال هم از جمهوری ازبکستان می آوردن هم از داخل خود کشور. بله حاضر کوشش کرده استیم که در خودمون علاقه پرورش این کوچت به راه مانیم تو بله تخمی را کرده و برای استحصال خودمون و پرورش کرده براریم. هوای گرمخانه قبلی مثلا نگاه داشته می شود. و ببینید چرا از زمین بالا است اینا؟ این سیستم هیدروپونیکی بوده فرق میکند. اگر در خاک وای شده باشه این به طریق هیدروپونیک وای شده. همه وایش اینا چیزی که دیدیم این خطرگی است اینا. خاکای کاپیتو بوده از کشور سریلانکا داخل می شود. خاک‌ها عوض می شوند هر بار که کوچت میکنید؟ برای 3 سال پیش بینی شدن از 2 تا 3 سال. 3 سال بعد باز از سر نو عوض کرده می شود. همین دستگاه ها هوا را اینجا معتدل میکنن یعنی آب رو جاری میکنن؟ این دستگاه ها برای
пур кардани ғизодиҳӣ барои вай чӣ мешавад. Дар ҳар кадом ғизо пур карда шуда ба тариқи қатрагӣ ба дарахтон дода мешавад, ки ин асбоб онро идора мекунад. хуб боз чӣ? аллакай вақте ки мебиёем ин дигар барои палтофтани об аз боло, барои хунук кардани ҳаво, бале аллакай шурӯъ мекунад ба ошидани вай, ки ба ғайр аз ин тариқи хунук карданаш ба воситаи радиаторҳо ва вентиляторҳо хунук карда мешавад, аз боло тариқи шамолдиҳӣ хунук карда мешавад. дар умум ҳамин гуна инҷо идора мешавад. бале ба умум ба тариқи компютерӣ идора карда мешавад ва қувваи корӣ камтар сарф мешавад. қувваи корӣ об додан, чобук кардан, ино дар гидропоник ба чӣ намешавад, ба кор намераванд. саломат бошед, хаста набошед. барои шумо барои кор. тақрибан 2 сол пеш парки инноватсионии саноатии техникии ноҳияи Дарвоз бо супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис дода шуд ва дар тӯли 2 сол аллакай фаъолияташ хеле пурсамар аст. маҳсулоти ин коргоҳ ба минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон фиристода мешавад ва худи коргоҳ яке аз намунаҳои беҳтарини корхонаҳои саноатии минтақаи Дарвоз аст, ки барои пешрафти дигар корхонаҳо боис мешавад.